میخوای تو هم عین من یه موشک داشته باشی که بره هوا و حتی نورم از بالاش بده؟ خب من الان اومدم آموزش بدم که چطوری یه موشک خیلی خفن رو درست کنید. کار اول اینه، دایمندار هر بلاکی که دوست داشتیم میارین به این شکل، بلاک‌ها رو با این فاصله میذارین دقیقاً به این شکل. خب اسلایما رو اینجوری میذاریم، اسلایما رو دقیقاً همین جوری میذاریم به این شکل. ببینید شکلشون رو اینجوری. خب اینم اینجوری میذاریم. اینجا یه دونه ابزروری میذاریم که صورتش رو به پایین باشه. یه دونه استیک پیستون، 2 تا اسلایم، ابزرور اینجوری رو به پایین میذاریم. اینجا هم دوباره ابزرور میذاریم رو به پایین با استیک پیستون. هر دو طرف هم استیک پیستون میذاریم. ببخشید. و بالا یه بلاک دایموند، یا میتونیم مثلا بیاین سیلنترنی یا چیزی بذارین. مثلا من گلوستون میارم، مثلا الان من گلوستون میارم، گلوستون میذارم این بالا. حالا میایم برای اینکه موشکمون حرکت کنه بدون هیچ مودی نری حرکت کنه و کافی هیچ کاری نیازی، یه بلاک میذاری خودش میره دیگه. بغیره ها لایک کن، بدو سابسکرایب کن که ویدیوهای دیگه آموزشی در انتظارت.